در این درس ما حوصله رو از جهت گیومتری دیده میبریم. از جهت گیومتری بیاین اما با خاطر بیارین خط راست داریم ما و در خط راست ما کوفیشنت ها داریم. خط راست چی است؟ mx plus c هم وقت مدلی خط راست است. حاصله در یگان نقطه فونکسیه این هم وقت کوفیشنت x که در خط راست است. این هر دوشون با یکدیگر برابر هستند. مثلا من در اینجا فونکسیه دارم، در اینجا خط رسانده دارم. در این نقطه حاصله در نقطه A این برابر است با کوفیشنت x خط راستی می رسانده است. هر دوشون با یکدیگر برابر هستند. از روی مثال دیده برایم. مثلا در اینجا یک فونکسیه داشته است. فونکسیه به ما داده نشده است. کدام فونکسیه ما نمیدونیم. لیکن یک خط رسانده داریم و سوال چی است؟ سوال ما حاصله فونکسیه در نقطه 2 به چی برابر است؟ اکنون ما چیکار یافت میتونیم؟ از جهت گیومتری یافت میتونیم. اگر من کوفیشنت x امی خط راست رو یافتم، حاصله فونکسیه در نقطه 2 رو میابم. چیکار کوفیشنت x رو این نیشابه همین خط راست است یا اینکه سکول خط راست است. با ما دو نقطه لازم است. ما دو نقطه در این خط راست داریم. این نقطه چی هستند؟ 0 و 1 و 4 و 5. برای همون کوفیشنت x رو یافتم، ما هم وقت برابری y2 در y1 تقسیم x2 مینوس x1 کنیم. اگر در اینجا کدام نقطه یکم است مهم نیست، کدام از آنها خواهیم یکم گفته میتونیم. بیاین 4 و 5 یکم بگذار باشد. 5 مینوس 1 تقسیم از به 4 مینوس 9 است و این به چی برابر است؟ 4 تقسیم 4 برابر 1. یعنی حاصله در نقطه 2 این در اصل به چی برابر است؟ به 1 برابر است. از این می‌دونیم با 1 برابر می باشد. با یک مثال دیگه برایم نگاه کنیم. در اینجا ما فونکسیه داشته است. فونکسیه ما معلوم است. اکنون میگم که حاصله در نقطه مینوس 2 و 3 رو یابیم. یعنی سوال ما در چی است؟ حاصله فونکسیه ما در نقطه مینوس 2 به چی برابر است و در نقطه 3 به چی برابر است. این در اصل چقدر که می‌بینید خط رسانده ها هستند در این نقطه. کوفیشنت x همین خط رسانده است. با هر دو اینها هر خیلی که هستند. خط راست نگاه کنید هر دوش یک خیلی نیست و کوفیشنت اونها هم دیگرگون میشود. بیاین کار کنیم. چه کار میکنیم؟ در اینجا نقطه داده نشده است در خط رسانده ما یافته میدونیم، لیکن با ما لازم نیست. ما از روی فونکسیه یافته میدونیم. فونکسیه چون که داده شده است. فونکسیه ما با چی برابر است؟ فونکسیه ما برابر است با مینوس 1 تقسیم 4 x کوادرات جمع x. اگر حاصله این رو اگر گیریم ما هر یک تاش را لایه اگر کنیم مینوس 1 تقسیم 4 ضرب 2 ضرب x جمع 1 و این به چی برابر می شود؟ حاصله ما با مینوس 1 تقسیم 2x جمع 1 برابر است. حاصله ما در نقطه مینوس 2 به چی برابر می شود؟ جای x مینوس 2 رو میمونیم. این برابر می شود مینوس 1 تقسیم 2 ضرب مینوس 2 جمع 1. این می شود برابر 2 و در نقطه 3 به چی برابر؟ جای x 3 رو میمونیم. مینوس 3 تقسیم 2 جمع 1 و این می شود مینوس 1 تقسیم 2. در اینجا کوفیشنت x اگر از جهت گیومتری بکنیم خطی در اینجا حاصله ما 2 یافتیم، یعنی کوفیشنت x خطی رسانده اون با 2 برابر است. یعنی اگر ما فکر کنیم که همین خطی رسانده معادله دارد، معادلش چی است؟ mx جمع c و اینو ما که mx رو میدونیم که با 2 برابر است. و برای سر یافتن یک نقطه که اگر ما در خط ما داشته باشیم اون رو مونده معادله خطی رسانده رو یافته میتونیم. برای این هم همین است. برای خط رسانده ما میدونیم که خط رسانده ما با چی برابر است؟ mx plus c و این m با چی برابر است؟ از روی یافته ما این حاصله است مینوس 1 تقسیم 2 x جمع c. اگر از شما سوال پرسد که معادله خط رسانده رو یابیم برای کوفیشنت x یافتن، این هم وقت با حاصله فونکسیه برابر است. اون رو اول باید یابیم، بعد یکی از نقطه باید داشته باشد با اون رسید برده معادله خط رسانده رو یافته میتوانیم.